آیا می‌دانید زرتشت یعنی ستاره زرین؟ آیا می‌دانید قطر شاهرگ گردن 6 میلیمتر میباشد؟ آیا می‌دانید ناخن انگشت میانی سریعتر از دیگر انگشت‌ها رشد می‌کند؟ آیا می‌دانید نروژ سومین کشور صادرکننده نفت میباشد؟ آیا می‌دانید با برداشتن تخمدان‌ها عمر بیمار به طور متوسط 8 سال کمتر می‌شود؟ آیا می‌دانید اسکنر 48 سال پیش اختراع شده است؟ آیا می‌دانید پزشکان آمریکایی 100 سال پیش می‌گفتند زنانی که باهوشند باردار نمی‌شوند؟ آیا می‌دانید ستاره دریایی فاقد مغز میباشد؟ آیا می‌دانید سالیانه 5000 کارگر در معادن چین جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا می‌دانید مروارید در سرکه حل و نابود می‌شود؟ آیا می‌دانید ارزش مادی تمام عناصر بدن انسان کمتر از 1200 تومان است؟ آیا می‌دانید دانشمندان موفق به ساخت ساعت اتمی شدند که در 400 میلیون سال هم یک ثانیه تأخیر نمی‌کند؟